مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی روز یکشنبه از روز جهانی کارگر در کابل گرامی داشت کردند. مسئولان در این وزارت میگن که به هدف بررسی علتهای بیکاری و جستجوی راهکارها برای رسیدگی به چالش‌های بیکاری در افغانستان، کنفرانس ملی کار را در جریان ماه جاری در کشور برگزار میکنند. محمد زاهد جان آقا، معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که به منظور تضمین مسئولیت کاری در افغانستان این وزارت قانون کار را بازنگری میکند. دامنم چې د کارګرو د حقوقو ساتنې لپاره د کار قانون درلودل او د هغه تطبیق کول په ټولنه کې اړین دي. همدې مخې ته په کتو د کار اړوند قوانین، پالیسۍ، کړنلارې او نور اسنادو د پلي کېدو په مخه اقدام وکړو. در همین حال مسئولان در سازمان بین المللی کار در افغانستان که در این برنامه حضور داشتند میگویند که همکنون کارگران در افغانستان با نبود مسئولیت شغلی روبروند. خاتمه بدیم به این مقدمه، اینکه ما سازمان بین المللی کار ترویج میکند کار شایسته رو برای همگان، یعنی مندیت اساسی و اصلی سازمان بین المللی کار ارتقاء عدالت اجتماعی و ارتقاء کار شایسته برای همگان هست. ما اخیراً سازمان بین المللی کار فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های خودش رو در افغانستان گسترش داده است. با این حال مسئولان در اتحادیه کارگران افغانستان نبود مسئولیت شغلی و برخی موارد دیگر را از مشکلات عمده فراراه کارگران در کشور عنوان میکنند. آنان میگویند که سالانه به گونه میانگین 400,000 تن وارد بازار کار میشوند و امارت اسلامی باید برای شهروندان کارآفرینی کند. سالانه با وجود بیکاری کنونی در کشور، سالانه در حدود 400,000 جوان نیروی کار جدید وارد بازار کار می شود. مبارزه با بحران بیکاری و ایجاد کار و اشتغالزایی برای افراد بیکار در کشور صورت گیرد. تقریبا در حدود 2 میلیون خانم در افغانستان در بخش قالین کار میکنند که جاهایی که به خاطر کار کردن قالین اینا کار میکنند از لحاظ امنی و سالم بودن و مسائل بهداشتی هیچ برای یک انسان اصلا او ساخته نشده. باید از کار امور اجتماعی به خاطر کارگر یک تنظیم را جور کنه، به خاطر کسایی که انسانایی که به خاطر اقتصاد رفاه از کشور همیشه دچار مشکلات و خطرات هستند، برای یک ساختار کاری جور شود. اول می روز جهانی کارگر است. در این روز بیشتر اتحادیه‌های کارگران در جهان همه ساله به جاده‌ها می‌آیند و برای پرداخت حقوقشان و رسیدگی به مشکلاتشان دادخواهی